باشه. وقتی اثر هنری می‌بینی چجوری میشی؟ مشاوره در املاک نیستم. من مشاوره آثار هنریم. اگه یه هنرمند مرده باشه چی؟ امثال شما به هیچ وجه دنیای یه هنرمند رو درک نمی‌کنن. هنر بدون پول بی‌ارزش. چقدر عمیق، چقدر زیبا، هنر تئاتر. ولی برای اون معامله تو باید اول بمیری. بیا چند تا حقه بازیگری بهت یاد بدم که شاخ در بیاد شیرین. شیرین داره اصول عملی بازیگری یاد میگیره. شیرین باید طبیعی باشه. عاشقته. داری دروغ میگی. چطور جرأت میکنی بگی دارم دروغ میگم؟ چقدر تو موجود